بوده فروش بوده خودت ترک کرد. ما باید سریعا اقدام کنیم. اطلاعات مهمی تو دانشگاه آکس داره که وسیله اون میتونیم روی درمان این ویروس کار کنیم. ولی به چه قیمتی؟ به قیمت از دست دادن جون افرادمون؟ همه ما میدونیم فرید قبلا هم از پس مأموریت‌های خطرناکی بر اومده. به این فکر کنید اگه این اطلاعات دست چارلز بیفته چه فاجعه ای ممکنه به بار بیاد. چارلز دیویدسون از جونورای اون بیرون خطرناکتره. واسه بکنم شدم اون یکم میرون و اگه دوست داریم بازی ایرانی هم میتونم برم. فرید جواب بده. فرید صدامو میشنوی؟ کسی صدای منو میشنوه؟ ما سقوط کردیم زاک. وای خدا. کسی دیگه زنده نمونده. چاره ای نیست. مأموریت رو باید تنهایی ادامه بدی. مکان دانشگاه رو که میدونی. رفتم به دانشگاه توی کوه خیلی بود. آره یادم اولین بار که بدجوری زخمی شدم توی سال اول مدرسه بود. یکی از بچه‌های مدرسه ازم خوراکی خواست و من بهش ندادم. اونم منو کتک. فکرشو بکن با صورت کبود رفتم خونه و به بابام گفتم فقط خوردم همین. Oxford University of Biological Sciences. اینجا جایی که ما نداریم. بهتر هرچی سریعتر برم درمونگاه. اینجا چیزی نیست. یه رخصت مسیر درمونگاه از این ور نیست. از اون ور بریم. مسیر درمونگاه از این ور نیست. همین در رو باید بریم. ترس میکنم.
بهتر هرچی سریعتر برم درمونگاه. اینجا چقدر داره؟ مصاحبه شد ادامه. برنامه چی بود؟ سرم. اوه خدا رو شکر که سالمی. چند ساعت بود صدات میزدم جواب نمیدادی. چی شد؟ درست یادم نمیاد، ولی فکر کنم یه زامبی بهم حمله کرد و زدمش. نمیدونم. خدا بهت رحم کرد. اون موجودات بی فکر پستر از هر حیوانی هست. به چیزی جز کشتن سریعشون فکر نکن. هدف ما چیز دیگه ایه. بهتر هرچی سریعتر مدارکو پیدا کنم و برم بیرون. شده این برنامه شده. اینجا چی نداری؟ تیر نداری. ترسم برم اینجا. میگه بقیه به هدف سیاسی کارفرما اهمیت میدادن، ولی من فقط کنجکاو بودم. تنها چیزی که میخواستم این بود که ببینم آیا این شدنیه. همه ما راجع به پروژه های کثیف انکیولترا، سازمان سیا، کناومی یا آرتیچوک و غیره شنیدیم، ولی این یکی قرار متفاوت باشه. ما میخواستیم یه کار متفاوت انجام بدیم در جهت بهبود اوضاع جهان. اوکی اینطور. چی میشه؟ تو داری می‌بینی؟ نمی‌دونم. خیلی تاریکه، چیزی نمیبینم. لایف روشن کردن. ببین من این قسمتش رو یه بار رفتم. جوریه که هر کدوم از اینا رو خب هر کدوم از این دوتا رو چند دور مثل هم میچرخونی و بعد کنتور رو میزنی. مثلا این 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اینو باید برقص. خدا شکر گوشواره نداره اینجا، خیلی هم عالی. برقص شد.
چرا نمی‌میری؟ یه ذره استرسی احساس می‌کنی یهو میپره جلو. زاک به نظرت میتونیم موفق بشیم و راه درمان رو پیدا کنیم؟ خیلی ها میخوان که به اونجا نرسیم، ولی ما باید باور داشته باشیم که میتونیم. میدونم که تو کسی هستی که از پسش برمیای. ولی به چه قیمتی آخه؟ فقط اینو میدونم که هر کسی که کشتم حس کردم از خودم دورتر شدم. این فکرها برای الان نیست. زامبیا تمام دنیا رو گرفتن. تو تنها امید بازمانده هایی، حتی اگه خبر نداشته باشن. خدا هم میخواد که اونا بمیرن. آقا تا اینجا برای این پارت کافیه. این پارت 1. اگه دوست داشتین این ویدیو رو لایک کنین، چنل من ساب کنین و اگه نظری داشتین یا کامنتی داشتین میتونین بنویسین و شبکه اجتماعی منم حتما دنبال کنین که توی درباره چنلم اونجا لینکاش هست. و ممنون از اینکه این ویدیو تا اینجا دیدین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.